اگه فقط 3 دقیقه وقت داشته باشی چی رو انتخاب میکنی؟ تا حالا یه چیزی برات سوال شده؟ چرا بعضی از آدما تا میبینن همه دارن یه لباس خاص میپوشن، یه موزیک خاص گوش میدن، یه اتکلون خاص میزنن و غیره، تازه علاقهشون به اون موارد بیشتر میشه؟ ولی یه عده دیگه کاملا برعکسن. تا میبینن همه دارنش دیگه اصلا دلشون نمیخواد برن سمتش. حتی اگر اون وسیله، اون عطر، اون موزیک رو قبلا دوست داشتن دیگه بهش علاقه ای ندارن. حالا فکر کردی چرا؟ دلیلش چیه؟ واقعا یکی از این دو گروه سلیقه بهتری دارن یا اصلا موضوع یه چیز دیگه ایه؟ جالبه بدونی مغز ما معمولا یکی از این دو مسیر رو انتخاب میکنه. یه عده وقتی میبینن تعداد زیادی از این آدم‌ها یه انتخاب مشترک دارن، احساس اطمینان بهشون دست میده. پیش خودشون میگن این همه آدم که اشتباه نمیکنن، پس ما هم همون مسیر رو بریم. اما یه عده دیگه کاملا برعکسن. اونا از کشف کردن لذت میبرن. همیشه دوست دارن اولین نفر باشن. دوست دارن چیزایی رو کشف کنن و پیدا کنن که بقیه سراغش نرفته باشن. برای همین دوست دارن یه اتکلون کمتر شناخته شده رو استفاده کنن. یه کافه خلوت و بیشتر از کافه‌های شلوغ شهر دوست داشته باشن. یه موزیکی رو گوش بدن که کمتر کسی گوش میده. اما اینجا یه اشتباه خیلی مهم وجود داره. خیلی‌ها فکر میکنن گروه دوم انتخابای بهتری دارن. مسیرهای بهتری رو میرن. چون کسی که فقط به خاطر متفاوت بودن هر چیزی رو رد میکنه، بازم داره اجازه میده که دیگران براش تصمیم بگیرن. فقط این بار برعکس. یعنی اگه همه برن سمت راست، فقط برای اینکه شبیه بقیه نباشه میره سمت چپ. این اسمش استقلال نیست. این یعنی که هنوز هم رفتارت به انتخاب بقیه وابسته است. و جالبه که این موضوع فقط به خرید یا سلیقه شخصی مربوط نمیشه. این روزا حتی وارد روابط هم شده. مثلا وقتی نزدیک تولد یا مناسبت خاصی که میشه، بعضیا قبل از این که فکر کنن واقعا چی طرف مقابلشون خوشحال میکنه، اول میره میبینه که این روزا همه برای همدیگه چی میخرن. انگار یه قانون نانوشته به وجود اومده که اگه هدیه‌ات آیفون، طلا یا حتی هدیه‌های گرون نباشه، یعنی دوست داشتن کافی نیست. در حالی که شاید طرف مقابلت بیشتر از هر چیزی یه هدیه‌ای رو بخواد که با فکر خریداری شده باشه. و وقتی ما انتخابامون رو با زندگی بقیه مقایسه کنیم، کم کم زندگی و روابطمون هم شبیه ویترین میشه. خیلی قشنگ به نظر میاد، ولی واقعی نیست. حالا برگردیم به سوال اول. بالاخره کدوم دسته بهترن؟ اونایی که مثل بقیه انتخاب میکنن یا اونایی که همیشه متفاوتن؟ به نظر من جواب هیچ کدومه. چون ارزش انتخاب به این نیست که چند نفر انجامش دادن یا ندادن. ارزشش به اینه که دلیل انتخابت چی بوده. اگه یه چیزی رو چون فقط همه دارنش انتخاب کنی، اون انتخاب تو نیست. اگر هم یه چیزی رو فقط چون همه دارنش کنار بذاری، اونم انتخاب تو نیست. در هر دو صورت این دیگرانن که دارن مسیرتو مشخص میکنن و برای تو تصمیم میگیرن. به نظرم آدمای تاثیرگذار یه ویژگی مشترک دارن. نه از هر چیزی که دیگران دوستش دارن و انتخابش میکنن فرار میکنن. نه هر چیزی رو که فقط چون دیگران انتخابش کردن میپذیرن. اونا قبل از هر تصمیمی فقط یه سوال از خودشون میپرسن. اگه هیچ کس قرار نبود انتخاب منو ببینه، باز هم همین تصمیمو میگرفتم. اگه جواب این سوال آره باشه، این انتخاب واقعا برای خودته. و شاید از امروز، قبل از خریدن یه وسیله، قبل از شروع یه رابطه، قبل از عوض کردن استایلت یا حتی قبل از قضاوت کردن سلیقه خودت، فقط چند ثانیه مکث کنی و این سوال از خودت بپرسی: من واقعا خودم این انتخابو کردم یا تحت تاثیر انتخاب بقیه قرار گرفتم؟ و شاید جواب همین یه سوال بیشتر از هر چیز دیگه شخصیت ما رو واقعی تر نشون بده.